پایگاه مخفی آمریکایی در آستانه فروپاشی. یک پایگاه آمریکایی به نام سودابی که به گونه مخفیانه در آبهای یونان ساخته شده و واسطه نارضایتی سربازان آمریکایی آن پایگاه در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. این مقر امنیتی آمریکایی محل اعزام طیاره‌های جنگی و جاسوسی به کشورهای حاشیه دریای مدیترانه از جمله فلسطین است. در این روزها ده‌ها پرواز به قصد تجسس در مناطق غزه صورت می‌گیرد. رصد پروازها نشان می‌دهد طیاره‌های ISR R335 که در پایگاه سودابی هستند برای پشتیبانی این جنگ در منطقه پرواز می‌کنند. آخرین پرواز R335 11 نوامبر 2023 20 اکتبر 1402 بود. نکته جالب توجه این است که لوکیشن این مقر آمریکایی در تمام نقشه‌های پرکاربرد از جمله گوگل مپ تار شده است. روز یکشنبه 28 اکتبر پایگاه خبری نات آوروار به نقل از برخی سربازان ناراضی آمریکایی این پایگاه فاش کرد که ارتش اسرائیل با استفاده از اطلاعات کسب شده توسط طیاره‌های آمریکایی به شفاخانه شفا و دیگر مناطق غیر نظامی غزه حمله کردند که در نتیجه آن هزاران کودک و زن بیگناه کشته و مجروح شدند. منابع میگویند طیاره و کارکنان زیادی از جمله کسانی که سالها در افغانستان مشغول جنگ بودند پس از شروع جنگ اسرائیل حماس به سودابی اعزام شدند. این سربازان اعلام نمودند که دیگر نمیخواهند در جنایات علیه مردم غزه با اسرائیل هم دست باشند. گفتنی است که این نارضایتی‌های درونی و اعتراضات احتمالی مردم یونان علیه موجودیت و ساختار پایگاه آمریکایی باعث آشفتگی جنرالان ارشد آمریکایی و اسرائیلی خواهد شد و فروپاشی این مقر بسیار محتمل است.